رحلت مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی رحمت الله علیه بعد نیست یه خاطراتی هم از ایشون عرض کنم. خوشا به حال کسی که عاقبتش به خیر باشه. در این چندین سال اخیر تهمت‌های زیادی به ایشون زدن. من ایشون از سال تقریبا 37 میشناختم. ایشون از نظر مادی وضع خوبی داشت. باغ‌های پسته در رفسنجان داشتن، در قم سالاریه را ساختن، بیابونی بود که تصلیحش کردن، پلاک بندی کردن و بعد یه مقدار فروختن، یه مقدارش به بعضی طلبه ها هم مجانی دادن. در تهران هم خرید و فروش میکردن، بساز و بفروش میکردن. به هر حال وضع مادی خوبی داشتن. چقدر راجع به ثروت ایشون صحبت ها کردند و رسانه های عمومی غوغا کردند و تبلیغات دامنه‌دار و گسترده در این زمینه. ایشون مثل افرادی نبود که گدا بودند و بعد از انقلاب میلیاردر شدند. ایشون از اول وضع مادیش خوب بود و در انقلاب خدمت‌های زیادی کردند. من رفته بودم در طبست برای دیدن آیت الله منتظری رحمت الله علیه. ایشون فرمودن که وقتی برگشتی برو پیش آقای هاشمی بگو یه مقدار پول بفرست. چون ایشون مرحوم آیت الله منتظری خانواده‌های زندانیان و تبعیدیان و گرفتاران را اداره می‌کردند. یعنی یک کاری که هیچ کس دیگه نمی‌کرد و جرأتش هم نداشت بکنه. ایشون اهل این کار بودن، هم قبل از انقلاب هم بعد از پیروزی انقلاب. فرمودن که حالا حتی بعد پیروزی انقلاب اگر کسی مرتکب خطایی شده و مستحق زندان هم هست ولی زن بچه چه گناهی کردن؟ اونها نباید مختل بمونه زندگیشون، اونها هم باید اداره بشه. به هر حال در تبعید هم که بودن کار خودشون رو انجام میدادن. گفتن که به آقای هاشمی بگو یه مقدار پول بفرست. گفتم بهشون واقعا من اون هفته 1 میلیون برایشون فرستادم. 1 میلیون اون موقع به اندازه بیشتر از 100 میلیون حالا قطعا بود، اما باز مرتبه فرستادن. خب ایشون اگر مالی هم داشت صرف کارهای خیر و انقلاب و این چیزها میکرد. از سال 37 مجله وزین و ارزشمند مکتب تشیع را ایشون راه انداخت، هم سالانه هم فصلانه، که من همون از شماره اولش مشترک بودم می‌خریدم. خب در این مجله روشنگری‌های زیادی بود. نویسندگان برجسته‌ای در اون مقاله می‌نوشتن، مثل مرحوم آیت الله مطهری، آیت الله طالقانی، مهندس بازرگان، دکتر صحابی و شخصیت‌های از این قبیل، بزرگان، آیت الله حائری و امثال اینها در این مجله مقاله می‌نوشتن. حتی علامه طباطبایی، حتی یه جلدش اصلا مصاحبه علامه طباطبایی با پروفسور هانری کوربن فرانسوی بود. خب این روشنگری ها رو داشتن، مبارزات هم داشتن. در سال 42 بعد از قضیه فیضیه خب طلبه ها رو برای سربازی میگرفتن، ایشون گرفتن برای سربازی. 2 مرتبه از سربازی هم فرار کردن، مراحلش هم طی کردن، فرار کردن، باز 2 مرتبه گرفتن. خب در سال 41 در سال 40 فروردین 40 مرحوم آیت الله العظما آقای بروجردی رحمت الله علیه
این مرجع بزرگ و بی‌نظیر از دنیا رحلت. یه هاشمی هم اومده بودند از رفسنجان، خواستن برن قم. بنا بود که نهار منزل حاجی آقای نیری دستگرد باشن. معمولا می‌مدن، گاهی منزل پدر ما بودن، گاهی منزل حاجی آقای نیری. این دو جا معمولا محل این علما بود. اون روز آقای هاشمی نهار رو بنا بود منزل حاجی آقای نیری باشن، ما هم خدمتشون بودیم. تو مدرسه چهارباغ وقتی ایشون اومدن تو مراسم مرحوم استاد الهادی شیرازی رفتن، گفتن منبر رو، رفتن ایشون منبر. خب ایشون یه طلبه جوانی بود اون موقع، سال 43 سال 41. وقتی ایشون رفت منبر اون چنون جمعیت رو جذب کرد. خب مطالبی میگفت که تو اصفهان سابقه نداشت، این مسائل سیاسی و مسائل اجتماعی و مسائل بسیار جالبی را مطرح کرد که بعضی از آقایون که پا منبر نشسته بودن یه مقدار بهشون برخورد که مثلا دیدن که باعث خفتشون میشه، یه طالب جوان یه حد چنین مطالبی داره میگه. خب یه برنامه‌ای چیدن که بالاخره ایشونو مجبور کردن که زودتر منبر تمام کنه بیاد پایین. ایشون هم جمع جور کردن و اومدن پایین که حالا داستانش مفصله. بعد اومدن منزل حاجی آقای نیری، همونجا صحبت شد که حالا بعد از ایشون، بعد از مرحوم استاد الهادی باید به کی مراجعه کرد، مرجع تقلید کی باشه. آقای هاشمی گفتن من بین دو نفر مردد هستم، یکی حاجی آقا روح الله و یکی هم دستشون گذاشتن از پیشونی آقای رحیمیان، گفتن حاجی آقا روح الله. خب بله همون حاجی آقا روح الله. خب از اول با امام در ارتباط بود و به عنوان مرجعیشون میشناخت. خب برنامه‌های قبل از انقلابشون، زندان رفتنشون، شکنجه ها و برنامه‌های دیگه بعد از انقلاب، خب پست‌های حساس، به قول معروف میگن املای ننوشته غلط هم نداره. ایشون در پست‌های حساسی قرار داشتن. البته خب در بعض جاها اشتباهاتی هم بالاخره هست. گاهی ممکنه انسان وقتی هم در یه پست مهم قرار میگیره یه مقدار فکر کنه که مثلا فکر من بهترین فکره و یه کاری هم انجام بده، اما در عین حال من حیث المجموع باید حساب کرد. هیچ کس نه 100% آدم بدیه نه 100% آدم خوبی. هر انسانی ممکنه خوبی هایی داشته باشه، اشتباهاتی هم داشته باشه. منتهاش کسی که خوبی هاش بیشتر باشه، مسیرش مسیر صحیح باشه، نیت و قصدش خالص باشه، برای خدا باشه، این ارزشمنده. ایشون قصدش خالص بود، برای خدا بود و خب زحمات زیادی هم کشید و در این اواخر هم بی لطفی ها و کم لطفی ها هم دربارش زیاد شد، تهمت ها بسیار زیاد، ولی ایشون صبر کرد، تحمل کرد. در هر زمینه‌ای هر چه خواستن بلاهایی به سر پسرش، به سر دخترش بیارن، تهمت بزنن، آبروریزی بکنن، بلکه ایشونا به سخن در بیارن، یه چیزی بگه، یه نقطه ضعفی ازش به دست بیارن، صبر و تحمل کرد. اینا خیلی ارزشمنده. اگه انسان بتونه در مقابل عصبانیت ها، تهمت ها، چیزهایی که انسان را ناراحت میکنه تحمل بکنه، این ارزشمنده. و بشر صابرین که خدا در قرآن میفرماد، یعنی در مقابل این مشکلات بتونه تحمل بکنه. در موقع آرامش که همه کس میتونه خوب آرامش داشته باشه، حرف خوبم بزنه،
اما اگه در مقابله آدم‌های ناجور قرار گرفت، اگه دارن فحش ناموس بهش میدن، این بر نگشت و تحمل کرد و عاقلانه برخورد کرد، این اهمیت داره. امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماد که چه بسا افرادی به من فحش می‌دادند و لقد مررت علی اللئیم یسبنی فمررت ثمة قلت لا یعنینی. چه بسیار اتفاق می‌افتاد که افراد پستی به من فحش می‌دادند، من رد می‌شدم میگفتم با من نبود، یعنی اصلا تو رو خودم نمی آورد. اگه کسی بتونه اینجور تحمل بکنه، این ارزشمنده. به هر حال حالا فرصت نیست، وقتم زیغه و زیاد سرتون رو درد آوردم، وقت نماز هم هست.